سلام علیکم برادرو بسیاری شما برای ایمونیتت بقوت کن، برای آدمایی که به حرکتن، برای آدمای کلونسول اسنانوی، برای استخوان بقوت کن، برای اشتیار روی کن، همچنین برای به حرکتی گم کردن دورو میپرسیده ای شربت ای زواد تمر از کس که مرحمت برادرو زنگ زنه به همه شهرها دستفکه میکنیم و همچنین کدمی کمی شربت از کس میکنه یک تسبیح الکترونی و یک میستوک پدرکه کم میشوه. مرحمت برادرو زنگ زنه به همه شهرها دستفکه میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پیغمبر گفت کسی در دنیا یتیم دوست می‌دارد، کسی در دنیا یتیم‌ها را دستگیری میکند، من و وی همچنان هستیم. گفته همین دو انگشت پیغمبر خدا برداشت روز قیامت گفت در پهلوی من انا همچنان نزدیک است. کسانی که غمخوار یتیم هستند، کسانی که در یتیم‌ها یاردم میکنند. الساعی علی الارملة والیتیم کالمجاهد فی سبیل الله. پیغمبر خدا میگوید کدام جوانمردی که اگر پولدار و مالدار است یتیم‌ها و بیوزن‌ها را یاردم میکند، حکم وی در اسلام مثل مجاهدی در راه الله است. بکن خیری که در گرمای محشر سایبان گردد، همان روزی که با صد داغ سر از خاک برداری. برادر مسلمان، از شما احترامانه خواهش میکنم تا آخر این نوار تماشا کنید و حالا باشد سخنان مادرش را، اشک مادرش را به شما نشان میدهید. مسلمان خیر میکند، الله خیرهایش را قبول بگرداند و یک سومی که خیر میکند الله صدها زیاد بگرداند. برادر عزیز، از شما احترامانه خواهش میکنم هر کس چین همت خود خیر خود را گذارد. رقم های کارت که شما میبینید از آن خودشان هست. برادر عزیز، رقم هایشان هم هست، میتونید که تماس برایید. التماس برادر عزیز دست جمع شویم، خیر بکنیم. ببینید که چقدر مبلغ زیاد لازم است. اگر ما دست جمع شویم خیر بکنیم انشاءالله که زود این مبلغ جمع می شود و ما و شما سبب می شویم که شفا می یابد. اولش خواست الله می شود و دست جمع دعا کنیم الله شفای کامل عطا کند. و از شما خواهش دیگر که این نوار را حتما به دوستانتان برسانید تا اینکه دستگیری شما شود، تا اینکه هر چیز زودتر مبلغ جمع شود و از این بیماری ها دور شود. یعنی ما و شما سبب شویم که با خواست الله شفا یابد. الله هر یک ما و شما را نگهبان باشد. های مریض تا شفا نصیب بگردان، چه در این مسجد باشند چه در بیمارخانه ها خوابیده باشند. ولا میت الا رحمته. ما را اولاد اجدادهامان امروز در قبر خوابند، منتظر دعای این جمعیت هستند. خدایا به حرمت این روز جمعه قبرهاشون پر نور بگردان، جنت جاودانی را مکانشان بگردان. ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضیته. خدایا ما بندگان تو در این حیاتی که 50 سال و 60 سال تقدیر کردی حاجت ها داریم، مرادها داریم، مرادهای آخرتی هم داریم. خدایا با فضل خودت، با بزرگی خودت حاجت ها و مرادهای این جمعیت ما را حاصل بگردان. خدایا این جمهوری ما را آباد بگردان، صلح و امنیت برقرار و بردوام نگه بدار. خدایا رئیس جمهور عمرش دراز و تنش را صحت و در جمیع این عملهای نیکی که برای آبادی تاجیکستان دارد خدایا قوت نصیبش بگردان. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار برحمتك يا ارحم الراحمين. جمعه گذشته
ما و شما در اطراف فضیلت صدقه صحبت داشتیم و الحمدلله که ما آن صحبت را انجام داده نتوانستیم و باز وعده کردیم که این جمعه هم در باب فضیلت خیر احسان برای شما صحبت داشته باشم تا که بسیاری از برادران ما، برادرانی که امروز شرایط دارند، شرایط زندگی خوب دارند، مال و ملک دارند، تا که بیدار شوند، تا که این مالهایی که دارند در راه الله صرف کنند، تا که در نزد پروردگارشان اجر جزیل را نصیب بگیرند. موعظه ما در اطراف آدم بخیل و آدم سخی بود. تلفناتون خاموش کنید. میخواهم آغاز این صحبت را هم از یک حدیث مبارک پیغمبرمان شروع کنم که بسیار پیغمبر مهربان، پیغمبری که نمیخواهد یک امت، یک نفر از امتش در دوزخ باشد، پیغمبری که در سین و سال خیلی پیرانسالی مثل کودک برای امتش گریه میکرد. انا همان پیغمبر چی میگوید؟ قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا يدخل الجنة خب ولا منان ولا بخیل. جنت برای سه گروه حرام است. جنت و نعمتهای جنت محروم می شود سه طایفه، سه گروه از راحت جنت محروم هستند. سه گروهی هستند که از نعمتهای جنت محروم هستند. جنت علیه این سه نفر حرام است. جنتی که امروز شما برای او کوشش دارید، جنتی که برای او شما تلاش دارید، جنتی که شما مشتاق او جنت هستید، اما همون جنت برای سه طایفه حرام است. اینا کیا هستند؟ پیغمبر خدا گفت خب وارد جنت نمی شود. خب کیست؟ خب نفری هست که حیله‌گر است، نفری هست که فریبکار است. خبون تحلیلش همین است، نفری هست که فسق و فساد را در جامعه پهن میکند. این را خبون میگویند. اینها وارد جنت نمیشوند. هر کسی که اگر حیله‌گر باشد، هر کسی فریبکار باشد، هر کسی در پیش تو می آید در برابر چو گوسفند سلیم، در قفا چون گرگ مردم خوار. هر کسی در پیش تو به نهایت شیرین است، بسیار صحبت‌های نیک دارد، دلبرداریت میکند، لکن از پس مثل گرگ بالای تو هجوم کننده است. اینا حیله‌گر هستند، اینا فریبکار هستند، اینا فسق و فساد را در بین جامعه پهن کننده هستند. در دیگر حدیث دیدم پیغمبر خدا می لا يدخل الجنة خب ولا خائن. وارد جنت نمی شود خب که الحال تحلیلش برای شما کردم. خائنم وارد جنت نمی شود. گفت پیغمبر خائن کیست؟ خائن یک علامت منافقی است. بازم آن که وارد جنت نمی شود با بازم این یک علامت منافقی، این خائن است، یعنی خیانت است. خیانت این است ما در پیش یک برادر مال از دنیا میگذاریم، خواه یک روزه، خواه یک ماهه، خواه یک ساله، این را برای تو امانت میدهم، این مال مرا نگاه کن. لیکن بعد یک روز
یا بعد یک ماه وقتی میای خبر میگیری الک در مال تو خیانت کرده است، مال تو را از بین برده است، یا مال تو را به دیگر مال عوض کرده است، یا اینکه پیش یک برادرت یک سخن پناهی را میرسانی که برادر من تو را دوست میدارم، راز دل تا در پیش همون برادر میگویی و میگویی که همین سخن بین من و بین تو امانت ماند. لیکن این برادر وقتی که از پیش تو دور می شود و این سخن پناهی که تو بهر او گفتی در بین برادرها وقتی که پهن میکند، این هم از جمله خائن ها هست، این هم از جمله خیانتکارها هست. این خیانت در دین است. باز خیانت در وطن هم می شود، خیانت در ملت هم می شود. کسانی در وطن خیانت میکند آن کسانی هستند که میخواهند آبروی تاجیکستان در بین تمام دولت‌های دیگر پس کنند، قدر تاجیک پس کند. میخواهد تاجیک در روی دنیا همچون یک شخصیت خیلی پس شناسند. این گونه طایفه ها هم خیانتی در وطن میکنند، خیانتی در ملت میکنند. آن کسانی که میخواهند لباس تاجیک تغییر دهند، حالا که ما الحمدلله تاجیکای ما و شما کرته چکن داشتند، دخترای ما و شما لباس اطلس داشتند که زینت تاجیک دو چند میکرد. امروز خائن های وجود دارد که لباس های مردم غرب در دختر ما و شما میپوشانند. این خائن ملتند، خائن وطنند. خلق را تقلیدشان برباد داد. حضرت لاهوری از سوز دل میگوید وقتی میبیند این دخترهای ما و شما را، این تاجیک هایی که لباس اصلیشان پرتافتند رو به مردم غرب، رو مردم بیناموس آوردند، حضرت از دلسوزی چی گفت؟ خلق را تقلیدشان برباد داد. ای 200 لعنت بر این تقلید باد، 200 لعنت بر این تقلیدکارها. اینا خائن ملتند، اینا خائن وطنند. کسانی میخواهند رسم و اصول تاجیکان تغییر دهند. کسی میخواهد که اسلامی که 1500 سال پدر و بابا و اجداد ما و شما به او دین رفته است، امروز میخواهد دین ما را عوض دهد. اینا خائن دین ما و شما هستند، اینا خائن ملت تاجیک هستند. خائن ها هر ذیل می شود، خائن دینی هم می شود، خائن ملت هم می شود، خائن وطن هم می شود. امروز الحمدلله تاجیکستان ما رو به افزایش دارد. امروز تاجیکستان ما روز به ترقیات دارد. امروز تاجیکستان ما به بیناهای نو، آشیانه های بلند امروز دیده می شود. اینها همه فضل الله هستند و دستگیری رئیس جمهور هست. وقتی که اگر این مبلغ ها را اگر کسانی یافت شوند خیانت کنند و در جای خودش استفاده نبرند، اینا هم خیانتی در ملت می شود، خیانتی در وطن می شود. دیگر خیانت چی خیانت است؟ دیگر خیانت این است که امروز جای تأسف است وقتی به گوش ما می رسد که بچه تاجیک یک عسکری روس میبرد با تمام شرایط مهیا میکند، دختری تاجیک بهر او تسلیم میکند. مر از احوال ده. تو دوزخی هستی، تو خیانت در ملت داری، تو آبروی تاجیک ریزانده ایستاده ای. از رسانه های اخباری شنیدیم 55 نفر دختری تاجیک از دبی با سرپرستی رئیس جمهور به تاجیکستان آوردند. و چی خاطر؟ به خاطری که اگر همون یگان روس است، امریکایی است، وقتی این دختری تاجیک استفاده برد از او پرسید تو کی هستی؟ گوید تاجیک. آبروی تاجیکستان در روی دنیا پس می شود. به این خاطر امروز بچه نمازخوان، من با بینماز کار ندارم، بینماز و خیانتی در دینش کردگی هست. من با بچه نمازخوان که امروز دختری تاجیک سوار میکند برده در خانه ای که اون عسکرها وجود دارد، در همین کولاب ما و شما برده برای 50 سامان و 60 سامان دختر در او آدم فاسق تسلیم میکند. وای چی
دختر استفاده کند در حکم، چی تو را استفاده کند، هر دو برابر است. الدال کالفاعلی، دلالت کننده مثل کننده است. تو دلالت کردی، تو در گناه و یاردم کردی. خدا در قرآن اگر شما نظر کنید سوره مائده آیت 2، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان. خدا میگوید ای بندگان خدا، شما یکدیگرتان در کار نیک، در کار خدا ترسی یاری کنید، در کارهای گناه، در کارهای سرکشی الله یاردم نکنید. این خیانتی در ملت تاجیک می شود، خیانتی در دین می شود. از این کار دست کشید. شرم است، عیب است. در کدام محله که این گونه خانه ها وجود دارد، خانه هایی که دخترهای تاجیک میبرند جمع میکنند، مردم بیگانه آمده این دخترها را استفاده میبرند، والله قسم به الله که داملای همون محله، وکیل همون محله، کسانی که گبرس هستند در همون محله، همش در نزد پروردگار مسئول هستند. اگر شما این خبرها را برده در همون اداره های دخلدار نسپارید، اگر اونها هم چاره ندیدند، خود محله داری چاره ندید، همه شما در غضب خدا گرفتار هستید. پیش راه اینها را گیرید. این طرفداری ملت تاجیک می شود. امروز تاجیک دختر دیگر شناخته نمی شود. احوالی که دختری تاجیک دارد وی را دیگر نمی فهمی که وی از کدام ملت باشد. این یک داغ است در ملت تاجیک. لا يدخل الجنت خب ولا خائن. خائن وارد جنت نمی شود. گفت پیغمبر خائن ها را فهمیدیم. خائن دولت است، خائن دین است، خائن ملت هم وجود دارد. یا آن کسانی که امروز میخواهند این تاجیکستانی که اینقدر آبادی ها دارد، اینقدر آرامی ها دارد، میخواهند که همین آرامی را از دست مردم تاجیک ما گیرند. اینا هم خیانتی در ملت تاجیک کرده ایستادند. برادرای عزیز، از من بسیار سوال ها می شود که ما امروز هر گونه جریان ها برآمده است، هر گونه دین ها برآمده است، با کدامش ما را توصیه می دهی؟ این سوال ها را ما را چی در ریگر و چی در دوشنبه کردند. من برای همه آن برادرایی که امروز مخلص من هستند، کسانی که مرا باور میکنند، کسانی که از پس من نماز میخوانند، محبتی بر من دارند، من به همه شما یک نصیحتی میکنم. امروز یگانه مذهبی که برای آرامی تاجیکستان مساعدت میکند فقط مذهب ابو حنیفه است. از این مذهب بیرون نشوید. فقط و فقط مذهب ابو حنیفه در تاجیکستان ما آرامیش مساعدت میکند. من هیچ پیروا را و هیچ دینها و هیچ جریانها را تحقیر نمیکنم، فقط پیروای خودم دلالتی بر این میکنم که از همین مذهب بیرون نشوید. الحمدلله امروز تمام سرخطیبهای تاجیکستان در مذهب ابو حنیفه چی جای ضرر است؟ مذهب ابو حنیفه همون مذهبی هست که حدیث صحیح، آیت قرآن، این از مذهب ابو حنیفه ما و شما. کسی که اگر برای ناآرامی تاجیکستان کوشش ها میکند، هر گونه فتنه ها را بیدار میکند، اونها هم خائن ملت تاجیک هستند. اینا وارد جنت نمیشوند. حب الوطن من الایمان، این حدیث پیغمبر است. وطن دوست داشتن از ایمان است. ما باید دوست داریم، باید محافظت کنیم، باید تاجیکستان ما آباد کنیم. دوامش کی بود؟ لا يدخل الجنت خب ولا منان. دوم طایفه ای که از جنت محروم هستند، نعمتهای جنت بر اونها حرام است، کسانی هستند که در دنیا در خیر احسانشان منت میکنند، منت میگذارند. منت چگونه هست؟ یک برادر تو دستگیری میکنی، چی محصولات خانه‌ش میخری، چی خانه‌دارش میکنی،
چی برای او خانه بنا میکنی. بعدن یک زمان پس زبان منت بهر تو کشاده میشد، میگویی اگر من بهر تو خانه نمیکردم امروز بی خانه میماندی، اگر من تو را زندار نمیکردم تا امروز صاحبی زن نمیشدی، اگر من محصولات های خانه تو را آماده نمیکردم تو از فقر و گرسنگی از دنیا میگذشتی. اینا منت بالای صدقه گذاشتن است که این در نزد پروردگار اگر $1000 و $10,000 که صرف کرده باشی همه اینها بیکار شد، از اینها هیچ ثواب تو دریافت نکردی. وقتی که تو بالای صدقه، بالای این خیر احسان و منت گذاشتی. ابوذر رضی الله عنه یکی از صحابه های جان فدا در دین اسلام میگوید، از پیغمبر روایت میکند، ثلاثه لا یکلمهم الله یوم القیامه ولا ینظر الیهم ولا یزکیهم ولهم عذاب علیم. پیغمبر خدا فرمودند 3 طایفه هست که روز قیامت پروردگار با اینها صحبت نمی کند. یعنی خداوند با این 3 گروه قهری هست، اینها قطعی صحبت نمی کند. ولا ینظر الیهم، و سوی این 3 طایفه پروردگار نظرم نمی کند، زیرا بالای این 3 طایفه پروردگار قهر کردگی است. ولا یزکیهم، این 3 طایفه را پروردگار روز قیامت پاکم نمی گرداند، اینها را مغفرت هم نمی کند. ولهم عذاب علیم. باز پیغمبر خدا گفت بازم آن که با اینها پروردگار صحبت نمی کند، نظر رحمت نمی کند، پاکشان نمی گرداند، برای اینها عذاب علیم هست. علیم چگونه عذاب است؟ عذاب دردناک است. عذابی که اگر در وجود شما یک درد وجود پیدا میکند یا یک کارد در وجود شما زده می شود، وجود شما را دردمند میکند، بعد اینها گفت معامله 4 پروردگار این است که عذاب دردناک در گرفتارشان میکند. حال ابوذر خاب و خسروا یا رسول الله من هم. وقتی فقرأها رسول الله صلی الله علیه و سلم 3 مرات، این کلماتی که من گفتم، این ابوذر غفاری میگوید 3 بار پیغمبر خدا گشته و برگشته گفتند، گشته و برگشته گفتند که خداوند با این 3 طایفه صحبت نمی کند، با اینها نظر رحمت نمی کند، اینها را پاک نمی کند، اینها را عذاب دردناک منتظر است. 3 بار. حضرت ابوذر میگوید وقتی که پیغمبر خدا تکرار و تکرار این صحبت که کردن، گفتم ای پیغمبر خار و ذلیل شد، کیها هستند این 3 طایفه؟ حبیب خدا چی گفتند؟ المسبل ازاره، یکم نفری که پاچه های بروکش از بجلک پا به خاطر تکبری پایان میکند. والمنفق سلعته بالحلیف الکاذب، دوم گفت همون سوداگری که با قسمهای دروغ سودای خودش را گرم میکند. یک برادر که در راستش آمد خواهد که یگان مال خریداری کند، اگر پسترین مالم که داشته باشد چی میگوید؟ و خدا هم قسم میخورد، به مادرش هم قسم میخورد که مال من بهترین است، تا که برای سوداش گرم شدن تمام دروغ که استفاده میبرد. پیغمبر خدا گفت 2 طایفش انا منها هستند. المسلم اخو المسلم لا یظلموه ولا یکذبوه. پیغمبر خدا میگوید مسلمان برادر مسلمان است. همون انسانی که از تو مال تا خریداری میکند تصور که وای برادری تو هست. میگوید مسلمان شعارش همین است که باید برادر مسلمانش خیانت نکند، ولا یکذبوه، برادر مسلمانش دروغ نگوید. این است شعار مسلمان. حبیب خدا گفت 2 طایفه که در این 3 طایفه از رحمت الله دور بوده داخل می شود، انا همون سوداگری هست که مال خودش را با دروغ در برادر مسلمانش می فروشد. بار پیغمبر خدا بازار رفتن، مثل بازارهای امروز ما و شما، نگاه کردن که یک خرمای خیلی زیبا در بالا ایستادگی هست. وقتی با دست مبارک خرما را برطرف کردن، پایان نگاه میکنن که همه خرماهای پوسیده و ویران شده در زیر است.
حبیب خدا گفت این عمل تو حرام است، این پوسیده ها را با این تازه هایی که در بالا گذاشتی عررش کن، بعد به مردم بفروش. چگونه ای که امروز برادرای ما و شما در بالا مالهای تازه را میگذارند، در زیر مالهای خراب دارند. این عملم حبیب خدا گفت حرام است. سوم کی هست؟ والمنان، کسی هست که بما اعطیه، کسی که منت میکند به آن چیزی که وی خیر احسان میکند. اینم در چی هست؟ اینم در لعنت الله گرفتار است، آن کسی که منت میکند. امروز چگونه ای که منت را برای شما من تحلیل کردم، امروز همون برادرایی که ما و شما مجبورشان میکنیم که خیر احسان کنین، اون بیچاره ها سرسان و سرگردان میشوند و برای ما و شما خیر میکنند با یک طریق غم، با یک طریق خیلی آزار. اینم منت در راه الله میشود. وای بیچاره از خیر احسانش هیچ ثوابی نمیگیرد، زیرا وای از رضاگی دلش خیر نمیکند، زیرا وای از دست رسا داشتنش خیر نمیکند، وای فقط از ترس شما انسانهای پنجشنبگی خور میکند. انامین است، از ترس ما که رفته پنجشنبگی هاشون رو بخوریم تا که ملامت ما نکنند. اون بیچاره هیچ خیر احسان ده موفق نمیشود، برای از مجبوری میکند. یک برادر در همین جمعیت شما نشسته است، من نمیخواهم که او را در بین شما آزار دهم، میگوید یک گاو دارم، خودتان قضاوت کنین. خودتان یک گاو دارم، شیر میدهد، همگی 2 ماه دیگه مانده است که پنجشنبگی پدرم تمام شود، شرایطم نمیرسد. مجبور شدم که همون گاوی که از شیر او هم زندگی دارم هم فرزندان میخورد، مجبور میشم همون گاو فروشم، دیگر علاج ندارم. عیب میشود، شر میشود، مردم چی میگوید؟ همین حلال است، خودتان حکم کنید. همین حلال است برای ما و شما، همین یاردمی در برادر است که مجبورش میکنیم بله فروش، بلش از زندگی مان، بگذار فرزندکای تو بیشیرم که ماند، لیکن شکمی ما را سیر کن. همین برادری میشود. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا الله لعلکم ترحمون. کجا میشود؟ مؤمن ها برادر مؤمن هستند، در غم و در خرسندی. وی غمدار است، وی نادار است، تا جایی که امروز دولتدارا، منصبدارها امروز یاردم کنند وی بیچاره را ما مجبورش میکنیم. آیا همین خیری به منت نمیشود؟ خودتان حکم کنید. شما ملا نیستین، لیکن خودتان با همون سوادی که دارین حکم کنین، گاوی همون بیچاره را برده میفروشید. مال یتیم است. خدا در قرآن سوره بقره ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلى سعیرا. خداوند چی میگوید؟ آن کسانی که مالهای یتیمها را از روی ظلم میخورند، ظلمن میخورند، اونها مال نمیخورند، اونها آب و نان نمیخورند، بلکه اونها در شکمهایش و پروردگار میگوید آتش دوزخ میخورند. اینا با خداوند در قرآن در سوره بقره برای آن کسانی که مال یتیمها را میخورند این وعید چیکار کرد؟ روان کرد. ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما، آن کسانی که مال یتیمها را از روی ظلم میخورند انما یأکلون فی بطونهم نارا. خدا گفت در شکمهاشان آنها آتش خورده ایستادند. در زیر همین تحلیل آیت پیغمبر خدا میگوید، حدیث روایت میکنه که روز قیامت یک گروه انسانها از قبر میخیزند، از دهانشان آتش میریزد. وقتی از آنها پرسیده میشد اینها کیا هستند، میگویند اینها نفرهایی هستند که در دنیا حق یتیمها را خوردند. انما احرج حق اللهم انی احرج حق الضعیفین الیتیم والمرأه. پیغمبر خدا در دعا گفتند خدایا من گناهگار می شمارم در نزد ذات تو آن کسی که حق 2 نفر پایمال کند، یکی حق یتیم را، یکی حق زن را. کسی پایمال میکند در نزد تو من گناهگار می شمارم.
انا و کافل الیتیم هکذا و اشار بالسبابة الوسطى و فرج بینهما. پیغمبر گفت کسی در دنیا یتیم دوست می‌دارد، کسی در دنیا یتیمها را دستگیری میکند، من و وی همچنان هستیم. گفته همین دو انگشت پیغمبری خدا برداشت روز قیامت گفت در پهلوی من انا همچنان نزدیک است. کسانی که غمخوار یتیم هستند، کسانی که در یتیمها یاردم میکنند. الساعی علی الارملة والیتیم کالمجاهد فی سبیل الله. پیغمبری خدا میگوید کدام جوان مردی که اگر پولدار و مالدار است یتیمها و بیوزنها را یاردم میکند، آنها را یاردم میکند، حکم وی در اسلام مثل مجاهدی در راه الله است. مجاهدی در راه الله. امروز ما حق یتیم میخوریم، حق برادر ما میخوریم تا جایی که ما و شما یاردم کنیم. امروز اگر شما برنامه شب، برنامه رئیس جمهور رفیق محمد گوش کردید که در داخلش فقط و فقط به تمام منصبدارها را، همون آدمانی که در اطرافش بود، اشاره شان کرد همه پول دارین، گفت یتیمها را یاردم کنین، مسکینها را یاردم کنین، فقیرها و بیچاره ها را یاردم کنین. همین شب در برنامهش اگر شما تماشا کرده باشید تا جای ما یاردم کنیم، مال اموال اونها را به تاراج میتیم. اناش به خدا شکم خودمان سیر شود، احوال خودمان خوب شود، گر پروا یک برادر مسلمان ما نداریم. اینم منت است، اینم در منت داخل می شود. اون بیچاره با این خیر احسانش تا جای ثواب گیرد، یک باره در لعنت الله گرفتار می شود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. خداوند چی میگوید؟ سوره لیل است، پاره 30 از قرآن. هر کسی که از مال دادگی پروردگار خیر احسان میکند، فاما من اعطى، کسی که عطا میکند، کسی که خیر احسان میکند از مال دادگی پروردگار، واتقى، بازم آن که خیر احسان میکند باز از خدای خود میترسد. این چی نیک بنده های هستند که هم خیر احسان میکنند هم از پروردگارشان میترسند. به خاطر چی؟ به خاطر که خیر احسان ما پروردگار را قبول بگردان. خدایا باز همین غیرت اسلامی هم را بیدار کن تا که خیر احسان ما زیاده کنم. هم خیر میکند هم از خدا میترسد. خداوند در قرآن در سوره طلاق برای کسانی که خدا ترس هستند میگوید و من یتقی الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه. برای آدم خدا ترس سه مکافات پروردگار گفته ایستاده برای آن برادرانی که امروز همون سبب خدا ترسیشان است که امروز خیر احسان میکنند. امروز برادرای مسلمانشان و یتیمها و مسکینها و محتاجها را یاردم میکنند. همون سبب خدا ترسیشان است. و الا آدمایی که از خدا نمیترسند امروز نانی اونها را کسی نمیبیند، دستی با خیر اونها را کسی نمیبیند، برای اونها از خدا نمیترسند. خداوند در این سوره طلاق آدمای خدا ترس چی گفت؟ گفت کسی که اگر از خدا میترسد یجعل له مخرجا، از همه مشکلات خلاصش میکنم. هر حادثه ای که به سرش می آید، هر پریشانی ای که به سرش می آید، هر نگرانی ای که بالاش می آید، از همه اونها نجاتش میتم. در زیر همین آیت قصه می آرد از حضرت عوف ابن مالک اشجعی. میگوید وقتی که فرزندش اسیر دشمنها شد، با همراهی عائلش برای فرزندشان خیلی گریان شدند که فرزند ما در اسیر افتاد، دشمنها او را عذاب و مشقت میدهند. عائلش مصلحت داد که رو، گفت پیش حبیب خدا برو و بگو که فرزند ما در
اسیر است، اسیر دشمن ها هست. چیکار کنیم؟